إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. برادران عزیز و گرامی، از اینکه وقت ما خیلی کم باقی مانده، همیشه نمازهای ما تاخیر میفته. امروز انشالله سرش عمل میکنیم که وقت نماز بخوانیم. نمیخوایم گپای طولانی را یادآور شوم، اگرچه موضوع خیلی موضوع مهم است. چرا ماه محرم شروع شده و یک تعداد دوستای ما قسم کارهای را در این ماه نسبت دادن، میکنن، انجام میده. البته کاش یک کار ما خالص به خاطر رضای الله متعال باشه، بلکه منافع سیاسی و شخصی دیگری را در لابلای همچو کارا میبینن برای ظهور و خودنمایی و برای از اینکه ما قوت و قدرت ما نمایان شود، همچو برنامه ها را به نام اسلام پیش میکنه و میخواه از لباس اسلام استفاده دیگری را بکنه. من خود میگم که بدترین شخص اوست که مسائل اسلام و احکام اسلام آله استعمال یا آله استفاده برای زندگی سیاسی و شخصی خود میگردانه. اسلام بالاتر است از سیاست از یا اسلام بالاتر است از منافع شخصی از یا. از همون خاطر نیست مناسب که همچه کارا را انسان انجام بده، خصوصا در صورتی که دین بر ما اجازه نده که اینمی کارا انجام داده شود. الحمدلله در مورد محرم ما رساله داریم که انشالله همه تان در خانه های تان داری، اگر کسی نداره بیرون اینجا موجود است. در مورد از شما خود مطالعه بکنید. تمام مسائلی که مربوط ماه محرم میشه انشاءالله در اونجا درج است. ضرورت به بسیار گفتن نیست، تنها تنبیه یا آگاهی به یک دو نقطه ما میدم. اول نقطه است که همیشه ما در مورد قومای سابقه قضات نباشیم، فیصله کن نباشیم. ما جنتی بودن و دوزخ بودن کسی را اینجا ثابت نمی کنیم. افسوس است که یک تعداد مردم امی قسم شده، امی مردمایی که یک طایفه را حتی مرتبه الوهیت میده، یک طایفه را مرتبه خدایی میده، نعوذ بالله. اما طایفه دیگری را و گروه دیگری را لعن و نفرین میفرستند. یقینا که در افراط و تفرید قرار گرفتن. با وصفی که ما در هر رکعت نماز خود اهدینا الصراط المستقیم میخوانیم، صراط الذین انعمت علیهم. امی سوره فاتحه برای ما امی درس میده. ما از او طوایف یا اقوامی که قبلا تیر شده دو قسم اقوام داریم. یک قسم او مردمی است که مورد نعمت الله متعال قرار گرفته و او 4 طایفه است: نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. و این به اطاعت الله و رسول حاصل میشه. الله متعال میفرما: و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. چقدر گپی فیصله کن است. همینجا برای ما واضح شده که 4 طایفه منعم علیهم است. او طایفه که یقینا دعوت زنده میکنن بیا علیهم السلام واره، او طایفه که دفاع از دعوت میکنه، تایید دعوت میکنه و بعد از او محافظت از دعوت میکنه. ما دین حفاظت کنیم. ما به این ننشستیم که یکی را فتوای از این بدیم که چطور بود، درست بود یا نادرست بود. در این کار مبتلا نشویم. کدام فرقه که خصوصا در مورد صحابه کرام به این قسم قضایا مبتلا شدن و رای انحراف را پیش گرفت، امروز و نمیتونه رای مستقیمی خود پیدا بکنه. چرا؟ یک طایفه صحابه را مرتد میدانه، طایفه دیگر را نعوذ بالله در مرتبه پیغمبری رساندن. این افراط و تفریط است. صراط المستقیم برای ازی گفته نمیشه. قضاوت نمیکنیم. ما از داستانهای سابق عبرت میگیریم، میبینیم حالات و اوضاع اقوام سابقه را و از اون ما به خود درس میگیریم که مردم چه قسم کرده. شکی دیگه نیست. نواسه پیامبر صلی الله علیه و سلم حسین رضی الله عنه اکثر آنقدر فرهنگ‌ها و اصطلاحات
غلبه کرده، تاثیر کرده. همه ما به صحابه دیگر نامش میگیریم. زمانی میگیم ابوبکر، میگیم رضی الله عنه، نمیگیم امام ابوبکر. زمانی میگیم عمر، نمیگیم امام عمر. اما زمانی ده حسین رضی الله عنه میرسیم میگیم امام حسین. این غلبه اصطلاح دشمن است که سر ما شده. آیا بعد از پیغمبر علیه السلام بزرگترین مرتبه از کیست؟ ابوبکر رضی الله عنه. اگر امام باشه بعد از رسول الله، امام اعظم رسول الله، و بعد از او ابوبکر رضی الله عنه است، و بعد از او عمر رضی الله عنه است، و بعد از او عثمان رضی الله عنه است، و بعد از او علی رضی الله عنه است. خلفای راشدین، شخصیتایی که پیغمبر بر ما امر میکنه که زمانه اختلاف سرتان زیاد میشه. انه من یعش منکم سیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. پیغمبر به ما دستور میده شخصیتایی که در راهش باید ما قدم بزنیم. اما شخصیت ها امام گفته نمیشه. روز شهادت که از ما استقبال نمیشه، پذیرایی نمیشه، عزاداری نمیشه، ماتم سرایی نمیشه. آیا حسین رضی الله عنه چه خصوصیتی داره؟ ما گریان بکنیم به شخصیتی که الله متعال مرتبه شهادت برای احیای حق داده باشه. چرا ما گریان کنیم؟ بلکه ما باید او را تبریکی بگویم که همچورا را تعقیب کرده، برای ما یک پیام والا گذاشته، برای ما یک راه را رسم کرده، در مقابل ظلم قیام میکرد. جانب مقابل به الله قسم کافر نبود، مشرک نبود، کسیم ثابت کرده نمیتونه، نه دوست نه دشمن، همین گپ ثابت کرده نمیتونه. اما حسین رضی الله عنه وقتی در مقابل حق خود به دست بیاره قیام میکنه، به ظالم تسلیم نمیشه، به ظلم تسلیم نمیشه. البته منظوری من این نیست که نسبت ظلم به صحابه کرام بکنم، لیکن افسوس امروز است که تو کسی که دعوا میکنی اگر به راه و رسم از او روان هستی، تو تسلیم کفر نشو، الحاد نشو، غلام بیگانه ها نشو، ظلم بگذار، دینت اعلان نکن، ظلم بگذار. ما امروز قیام در مقابل ظالم نمی کنیم. عزاداری مقصدش چیست؟ خب من پیشتر در اول گفتم که ما دین ملعبه، دین وسیله، دین ذریعه برای اهداف سیاسی و قومی و مذهبی خود نسازیم. مسائل دین قربانی از این گپا نکنیم. کدام طایفه، کدام تنظیم، کدام گروه که نمی قسم کارا را میکنه، شما ببینید انجام و عاقبتش یقین به الله بکنه اگر کامیابی باشه. هر طایفه که مسائل دین برای خود پیشرو جور میکنه برای رسیدن هدف دیگه خود، او مردم رسوا میشه. هر کسی که باشه، اگر ما باشم، اگر ما باشیم، مسائل دین نعوذ بالله ذریعه رسیدن به اهداف سیاسی و شخصی خود بکنیم، باز ما نخواد کامیاب شویم. الله ما را رسوا میگردانه. ما در این مورد پیام داریم، الله برای ما پیام روان کرده. در همچو مصیبت تسلیم قضا و قدر الله متعال است. انبیاء علیهم السلام سابقا همچو داستانا را تیر کرده، مصیبت ها را گذرانیده، ولی درای دعوت دینی بوده، دین احیا کرده، دین رونق داده. ما از این داستانا درس به این میگیریم که تسلیم نشویم در برابر او کسی که دشمن دین ماست، دین از بین میبره، نمیخواد تو در سر دین عمل بکنی، احکام دین در اینجا حاکم شود. در برابر از او قیام، در برابر از او مبارزه نگذار، غافل نشو، آبالوده نشو، بخیز، بدان دشمنت کیست. نه خود سینا را بزن، رنگ رنگ و خونای روان باشه. ما فدایان حسین هستیم، ما محبین حسین هستیم. به الله قسم حسین ازم چو مردم قطعا نفرت و بیزاری را اعلان میکنه، چون او نواسی رسول الله و رسول الله خود میفرمه نه از الله ان الله بریء، الله بریء من الحالقه و الصالقه و الشاقه. از او زنی که سرای خود تراش میکنه، از او زنی که ملکنی میکنه، گریبانای خود پاره میکنه در همچه مصیبت ها. پیغمبر علیه السلام نمیگه لیس منا من ضرب الحدود او شق الجیوب او دعا بدعوى الجاهلیه. نیست از جمله ما او کسایی که میزنن روی خدا در همچون ما تمام مصیبت ها، گریبانای خود پاره میکنن،
و آوازا با آوازای جاهلیت میدن. آواز جاهلیت کدام است؟ امیالی کلمات یا حسین در تمام بیرقا نوشته است. یا حسین گفتن اگر کسی حاضر و ناظر بدانید شرک است. حاجت روا حسین رضی الله عنه نیست. اگر او حاجت روا می بود خود شهید نمیشد. دعای جاهلیت چی نمیگه؟ اینمی را میگه. اما تاسف در اینجاست که یک تعداد مردم خود که دعوای اهل سنت میکنه باز میبینی متاثر از دیگر است. میبینیم در مراکز دیده میشه کجا رفته بودیم؟ ما در مرکز عزاداری رفته بودیم، چمکه ها را زده را است گوشتا را. خب حلال است. اگر نظر غیر الله هست، اگر تو کتاب الله را خوندی و ما اهل به لغیر الله، یا آیت برای تو صراحت اعلان میکنه که هرگاه سر ذبیحه اعلان شود در وقت ذبحش نام غیر الله، این حرام. اما اینجا این کلمه عام است. هر چیزی که برای تقرب غیر الله پیش میشه این حرام است. این نظر غیر الله گفته میشه. او تو شیر و قند واری خورده رو چرا خود آگاه نمی کنی؟ مسلمانی واقعی باید از این مسائل آگاه باشه. اینطور خود خوابالیده نباشه، درک بکنه که ما مسیر ما کدام است. از همون خاطر چقدر راه مناسب، چقدر راه با انصافه سلف ما برای ما گذاشتن. صحابه مشاجرات شدن، معصوم نبودن، پیغمبران نبودن، اختلافات در بینشان آمده، اما فیصله قضای شما بکنه که جنتی یا دوزخی؟ نه، ما کل شب خیر یاد میکنیم. هر کس که هر عمل انجام داده به الله رسیده، الله بدلش داده و ما چی مناسب است؟ چی گو فریاد شروع بکنیم؟ چرا شروع میکنیم؟ بجای از اینکه ما غمیش بخوریم که چرا شهید شده، ما غم از این بخوریم که کدام کار در سری دست خود اول حسین رضی الله عنه گرفته بود. او را نکته یابی بکنیم، تفحص بکنیم، بعد از او را مشعل رای خود، چراغ رای خود قرار بدیم، اقتدا بکنیم به او را، همون طرف روان شویم. چی ضرورت است؟ انواع بدعت ها دروازه از کجا برآمد؟ این دروازه جور کردن، کالای سیاه پوشیدن، این از کجا برآمد؟ این در کدام دین است؟ یقین به الله بکنی. اهل تشیع خود بگویند که آیا کتابایشان همچو عزاداری را اجازه داده یعنی که من فرموده؟ کدامش است؟ سندایش پیشیم است، کتابایش این گپا را مکمل رد میکنه. لیکن امروز او گپا کلش او طرف پشت سر نهاده میشه. خودنمایی هاست، مظهر قدرت است. یک طرف دعوت میدیم اختلافات در وجود نبیه، دیگر طرف خود به اختلافات دامن میزنیم. چرا؟ هیچ ضرورتی نیست. لا اقل ما و شما در دین خود داریم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. زمانی که یک شخص حتی در خانه خود تصرف میکنه ببینه که برای همسایه ضرر میرسه یا نمیرسه. در صورتی که ضرر برای همسایه بود همچو عمل تو انجام نده، لحاظ همسایه تا بکن. به نزد اهل سنت همچو تکه ها که در اون نوشته شده باشه یا علی یا حسین، این تکه های شرک است. استمداد طلب کردن، استغاثه جستن از مخلوق الله است. استغاثه جستن از مخلوق الله شرک است. اینطور ما این را نمیخواهیم، اما کسی نیست. ما بود دوستانی که خیلی دفاع از مذهب خیلی زیاد شعار خود جور کرده، همون برادر را کجاست؟ همون چرا خواست؟ فقط در مقابل ما میدان است. همین رو خوب ببینم، یک ما را دیده بسیار تعجب خویسته. این گپ میگم، این گپ به خاطر میگم که یک نفر در مسجد داخل شده بود، رفع الیدین کرده بود، نفر دیگه آمده بود در کدام مذهب هستی؟ گفتم مذهب رسول الله صلی الله علیه وسلم. گفته نه من چی سوال میکنم چی جواب میگم؟ برای از مسجد کالی دو پارت میکنم. مردکه از مسجد میبره، لیکن در پالویش برادر دیگه شیعیش نماز میخوانه، خاکه کم در پیشانی خود مانده، او آرام نماز میخوانه، نه کس از پیش پرسان میکنه در کدام مذهب هستی، چی دینیت است، نه کسی برش خار میشه نه غضب میشه، هیچ گپی نیست.
امروز ببینیم امی برادرای کمی چشم خود باز کنه، چی میکنه؟ چرا رای مخالفت در پیش گرفته؟ وقت زیاد نمیگیرم. انشاءالله این موضوعات برای شما معلوم است. روز ماه محرم کدام خصوصیتی نداره، هر فضیلت خصوصیتی که در کدام روز عاشورا است او از ناحیه حسین رضی الله عنه نیست، از ناحیه شهادت حسین رضی الله عنه نیست، بلکه قبل از شهادت حسین رضی الله عنه روز 10 عاشورا چون یهود روزه میگرفت، وقتی سوال کرد پیامبر علیه السلام چرا روزه میگیری؟ میگه روزی است که الله موسی علیه السلام نجات داده، فرعون غرق کرده. پیغمبر علیه السلام گفت ما احق هستیم به موسی از شما کرد. از همون خاطر طریقه سنتی امروز برای ما امی است که ما روز 9 و 10 دو روزه بگیریم. اصلا روز 10 بود، اما وقتی یهودا روز 10 میگرفت پیغمبر همیشه کاری را انجام میداد که مخالف طریقه یهود و نصارا باشد و یک روز روزه میگرفت. پیغمبر گفت 2 روز روزه گرفته شد. اگر کسی روز 10 9 گرفته نتونست 11 قطعش یک جا بکنه. در اون کتاب مکمل مسائل ذکر است، تشریح زیاد نمیدم، سر از این چندین مراتب در این مسجد گپ زده شده، از او خاطر نمیخوایم این موضوع طولانی شود، اما همین قدر حقیقت درک کنیم. فقط یک خاطره، سال گذشته زمانی که رساله ظهور کرد نشر شد، یکی از برادرها برام زنگ زد. با مجرد زنگ زدن شروع به دعاها شد، بسیار دعای زیاد کرد. الله شما را اجر جزیل بده، شما را عزت بده. گفتم چقدر خوب دعاها کردی، علتش چی بوده؟ گفت چرا نی مولوی صاحب، تا این ساله ما مادر، خواهر، برادر، تمام خانواده شوله به نام حسین میکردیم، از اهل تسنن نظر میکردیم، پخته میکردیم. گفت وقتی رساله در دستم آمد خواندم که خود نظر غیر الله است، کسی که به نام مخلوق یک چیزی را تقرب و نزدیکی میجوه به سوی الله، این نظر است به غیر الله، این شرک است. گفته امسال نو خبر شدم کل خانواده ما 9 و 10 روزه شد. چرا دعا برات نکنم؟ به خاطر که نظر غیر الله که شرک است تبدیل به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شده. چرا ما دعا نکنم؟ بله عزیزان گرامی، این مسئولیت و موضوع تنها ما نیست، همه ما در این مورد معلومات باید داشته باشیم، دعوت بدیم، دوستای خود آگاه بسازیم که دین چی را میگه و دین از ما چی تقاضا داره. الله متعال بکنه که از بدعت‌ها و ناروا که در این ما به نام‌های گوناگون مردم انجام میده ما شما خودداری بکنیم. هر روز در هر خطبه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ایاکم و محدثات الامور گفته میشه. خدا نگاه کنی از چیزای نو پیدا که سلف ما انجام نداده، نه ایتوری عزاداری را سلف انجام داده، نه بیرق بازی را، نه کالاسیا پوشیدن و نه این نوحه خانی را. در سلف ما این گپا وجود نداره. پیغمبری را بدعت گفته، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. در دیگر روایت و کل ضلالة فی النار است. در آتش خدا نمیبریم. ما راهایی را جستجو میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم سلف صالح برای ما هموار کرده، ترسیم و نقشه داده، دنبال از او باشیم، خود همینطور بیخبر نکنیم، معلومات حاصل کنیم. انشاءالله رساله وجود داره، هر کسی نداره اونجا او را خریداری کنه و مسائلی که مربوط محرم میشه از او رساله فرا بگیره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. درسی که درس دین